لطفاً سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید. این داستان سایه پشت پنجره. از حمایتتون ممنونم. سایه پشت پنجره. شب بارونی بود. آراد تازه به خونه جدیدش اسباب کشی کرده بود. به خونه قدیمی توی کوچه‌ای که حتی اسمش روی تابلو نصف پاک شده بود. ساعت 3 نصف شب صدای تق تق آروم از پنجره اتاقش اومد. فکر کرد باد داره شیشه رو میزنه، ولی صدا منظم بود. 3 ضربه. بعد چند ثانیه سکوت. دوباره 3 ضربه. ولی صدا منظم بود و رفت جلو. پرده رو کنار زد. بیرون تاریک بود. فقط یک لحظه سایه ای رو دید که از کنار درخت رد شد. صبح همسایه پیرش گفت بهتره شبها پرده رو باز نذاری. اون پنجره قبلا مال یه پسر جوون بود، اونم شب آخرش همین صدا رو شنید. آراد خندید. اما اون شب قبل خواب تصمیم گرفت از بیرون خونه چک کنه که چی باعث اون صدا میشه. با چراغ قوه رفت توی حیاط. نور افتاد رو پنجره اتاق خودش. پرده تکون میخورد از داخل. یعنی کسی اون تو بود. اما اون کلید رو با خودش آورده بود. در اتاق رو که باز کرد همه چیز مثل قبل بود. فقط روی شیشه رد انگشت دیده میشد. 3 تا نقطه کنار هم. همون لحظه گوشیش لرزید. پیام از شماره خودش بود. برگرد پایین، من هنوز توی حیاتم. برگرد پایین، من هنوز توی حیاتم. سایه پشت پنجره. با ما همراه باشید. بعد از هر داستانی تصمیم گرفته شده که برای شما یه دکلمه بگیم. دکلمه امروز عشق ورزیدن. توجه کنید. بعد از هر داستانی تصمیم گرفته شده که برای شما یه دکلمه بگیم. دکلمه امروز عشق ورزیدن. توجه کنید. عشق چیزی نیست که یادش بگیری. چیزی است که درونت میروید بی آنکه بخواهی. عشق نگاه کوتاهی است میان 2 دل که زبان هم را میفهمند بی آنکه کلمه ای رد و بدل شود. عشق نگاه کوتاهی است میان 2 دل که زبان هم را میفهمند بی آنکه کلمه ای رد و بدل شود. عشق ورزیدن یعنی دیدن تمام زشتی‌های کسی و باز هم لبخند زدن با بودنش. یعنی ترس از نبودن اما شجاعت ماندن. یعنی بخشیدن حتی وقتی دلیلی برای بخشش نیست. عشق ورزیدن فقط گفتن دوستت دارم نیست، بلکه اثبات آن در سکوت، در صبر، در حضور بی ادعاست. و گاهی عشق همین دلتنگی ساده است که نیمه شب بی دلیل به یادت می آورد که هنوز کسی هست